این مادری تنها هر لحظه به سرنوشت دختر 4 ساله‌اش اشک می‌ریزد. نمی‌داند وقتی دخترش بزرگ شد چگونه به او حادثه‌ای را که اخیراً به سرش آمد قصه خواهد کرد. او میگوید اولی همین ماه به ناموس دخترچه خردسالش دست‌درازی شده است. به گفته او چنین بدرفتاری را پیوندان پدری دخترش انجام دادند. قاینسینگلم گفته که من قصد داشتم این دخترش ببخت شود. مادر کودک 4 ساله که با دلایل‌های اخلاقی نامش را ذکر نمی‌کنیم گفت 3 سال پیش با 2 کودک از شوهرش جدا شد و خانواده شوهر در برابر پرداخت الیمنت حق داشتند با کودکان دیداربینی کنند. پیوسته آنها را به منزل خود می‌بردند، اما حادثه‌ای که روز عید قربان رخ داد برای این مادری تنها گوش ناشنید بود و او را در حالت افسردگی قرار داد. خوشتمانم دم زنگ زد که کودکای میبریم عید با همی پارک میبرد و میکنه گفت به خانه میبره. ما گفتم که خمیل آچم زنگ زدم که آچم خیلی کودکای میبرده. گفتم باچم گفت که خمیل بیا گو اکو خا عید با برد و یا خا بازی که روز منم کار منم کار رفتم سود که کار کردم پگاش بهم یکم چیزا با خسرم زنگ زد که دختره گفت که خونم آسوده. من گفتم که اکوجاش ابینی شما گفت نه اتاقش آسوده تازه رفت که این دختر یکم چی نشود. با رفتم که این دخترم خواب بود. با دیدم که به خوش همین رنگش سفید و وای شده که من گرفتم وای با اینسا آوردم. با اینسا آوردم خبر کردم گینکولوگ دبر آورده 4 متر جواب کردم. خواهد دختره آمد چی کرده خواست قریب 400 اپیراسیون شد. سندهای تشخیص طبی دادگاهی که بعد از چند ساعتی حادثه انجام شده است تجاوز دختری 4 ساله را تصدیق می‌کند. نفرانی گمانبر به دست‌درازی دختری نابالغ در صحبت با رادیوی آزادی گفتند کلینی سابقشان به آنها خصومت شخصی داشت و همین طور به آنها تهمت کرده است. اما این کودک 4 ساله گفت او گناه را زیر شکنجه به گردن گرفته است. اما پیوندان دخترچه نابالغ میگویند حادثه باید عادلانه بررسی شود و شخص گناهکار موافق به عملی که نسبت به کودک نابالغ انجام داده است جزا گیرد. من خواهش میکنم که همین پاریز نتیان من اکنون این دخترچه اینوالید شد. در دادستانی منطقه شکایت این مادر را تصدیق کردند و گفتند الکی پرونده آغاز و برای بررسی به شعبه کارهای داخلی ارسال شده است. برای کمک به این مادر و کودک 4 ساله او سازمان جمعیتی تشبث حقوقی و کاروان امید اظهار آمادگی کردند. خود این مادر میگوید بعد از این حادثه صحت دختر نابالغش خوب نیست. هر روز پوچم در میکنم میگویند نمیفهمد یعنی پوچش در میکنه تمپراتور میکنه در می به ماتکش هم در میکنه که اشکمش میخواد که اشکمم در میکنه میگه. در تاجیکستان تجاوز به ناموس از جمله با افراد نابالغ جنایت سنگین حساب می رود. به حساب سازمان جمعیتی تشبث حقوقی در 1 ماه اخیر این 5مین پرونده است که کودکان قربانی عملهای شهوانی شدند یا مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند.